سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. در این ویدیو میخوام یادتون بدم که چطور سرعت کلاچ رو زیاد کنید و کاتاف بخوره. میبینید که الان کاتاف نمیخوره و یواش هم میره. همینجا وای میسیم، میزنیم روی این این میزنیم روی این، میزنیم روی این گزینه. اینا رو همش فعال میکنیم. بعد میزنیم روی این گزینه. حالا بچه حالا میبینید که داره کاتاف میخوره. خب پس بچه ها، خدا حافظ.